شما از کجای تاجیکستان هستید؟ از خوجند یا از کولاب، پامیر یا از غرم؟ همین سوال را که در تاجیکستان آدمان ناشناس به همدیگر میدهند نمونه واضح محلگرایی شمرده می شود. اما این سوال را ملت و قوم‌های دیگر هم به یکدیگر میدهند و برای همین جامعه شناسان میگویند این سوال بیانگر محلگرایی نیست. در برنامه امروز گپ آزاد ما در همین باره صحبت میکنیم که محلگرایی در تاجیکستان تا چه حد وجود دارد، عاقبتش چی هست و چگونه میشود تاثیر آن را به حیات اجتماعی کاهش داد. مهمانان برنامه ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاونی سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و ظفر صوفی کارشناس مستقل دعوت شدند. به برنامه ما خوش آمدید و سوال اول به هر دوی شما: در جامعه تاجیکستان محلگرایی وجود دارد، هست یا نیست؟ جناب سفروف از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم. محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد، لیکن این معنی ندارد که این محلگرایی با اون درجه هست که به ضرر جامعه باشد. چون که در سالهای پیش به این مسئله بسیار دقت می‌دادند و یک 20 سال پیش از این ما علما را جمع نمودیم و در جمعیت دوستی یک کنفرانس هم گذرانده بودیم و در اونجا اکادمیک استاد نورشایف، غفار اشورов و چندین دانشمندان دیگر هم بودند و ما در یک جایگی با یک خلاصه آمدیم که همین مسئله رو اگر کمتر گوییم بهتر است. تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین نکته جناب سفروف راضی هستید که گفتن که همین محلگرایی بر ضرر جامعه نیست؟ شما چی میگویید؟ خب ببینید، محلگرایی در تاجیکستان متاسفانه هست و کم هم نیست البته و بر ضرر جامعه هم هست. یکی از مشکلاتی شاید گفت که جامعه ما، یکی از مشکلات البته محلگرایی است. ببینید، اصل محلگرایی موضوع واقعا خیلی حساس است و من فکر میکنم مثل یک شمشیر دودمه است، از هر طرف هم بگیر دسته میبرد. با توجه در این مورد البته صحبت کردن یک کمی حساسیت برانگیز است. با وجود همه این، ببینید من فکر میکنم اصل مشکل محلگرایی این ضعف مدیریت است که میشه در این مورد مفصل‌تر صحبت کرد. چون سوالتون حالی این بود که محلگرایی هست. بله هست. محلگرایی در تاجیکستان در چی نمودار میشود؟ فرضاً کدام رشته ها را فرا گرفته است؟ جناب سفروف شما چی میگویید؟ اصلا محلگرایی یک زینه تشکل ملت است. در امریکا هم همین محلگرایی هست، در روسیه هم هست، در همه جا هست. لیکن وقتی که این مسئله با مسئله تقسیماتی، مثلا وظیفه ها یا اینکه نعمت های مادی برمیخورد، در این حالت ضررش به جامعه بیشتر میرسد. یعنی که وجودی آن را ما اعتراف میکنیم. آیا آن در جامعه از پایان به بالا حرکت کرده و پن میشود یا اینکه برعکس؟ به نظر من که از مابین سر میشود، چون که در بالا سیاستمداران حقی محلگرایی ندارند و اونها رو برای محلگرایی البته جزای انتظار است و نسبت اونها مردم اندیشه‌اش دیگر می شود یا اینکه از بالا هم به اونها میگن که این کار رو نکنید. لیکن وقتی که در تفکر بعضی قواهای سیاسی، حزب‌ها، بعضی زیاییان این چیز پیدا می شود، این خطرش خیلی بیشتر از اون است که مثلا در دیگر سطح‌های پایانی باشد این چیز. چون که مردم ما اصلا خود از خود البته سوال میدن، لیکن در مغز سوال اونها یگان گویم اندیشه ضد ملی نیست. اونها فقط یک سوال با طریق کنجکاوی میتونن که از کجا هستی پسرم مثلا، و خودشون هم اونقدر نمیفهمن که همین سوالشون در تفکر طرف مقابل چی انگیزه به وجود میاد. جناب ظفر صوفی شما چی میگید به حرفای جناب سفروف؟ ببینید، در هر صورت محلگرایی در شکلی اون که در سطح گویم قشرهای پایین جامعه اونطوری که اگر گفتن جایز باشد در بین مردم و اون حدی که با این سوالایی که از کجایی خیلی ظهور نمیکنن. من فکر نمیکنم محلگرایی به نظر من میرسه که در تاجیکستان در 3 بخش میشود قسمت کرد. اینکه در بین مردم، در بین روشنفکرها همون که جناب سفروف فرمودن قشر میانه، و در بین حاکمیت. حالا ببینید در بین قشر میانه که مردمی عموم که خیلی تاثیر نداره، اما در بین روشنفکرها واقعا تاثیر دارد.
و حالا یه مثالتون میزنم. ببینید وقتی مثلا بگیریم نویسنده با این توانایی مثل بهمنیار و محمد زمان صالح، وقتی مورد بی‌توجهی قرار میگیرن، عامل‌های دیگر مثل حسادت و رشک اون کمخانه را یک جهت مسئله، یک جهت دیگه این محلگرایی اون مسئولای ایدئولوژی یا که اتفاق نویسنده ها و دیگرش است. اما در مورد حکومت ببینید واقعا این قشر خیلی مشکل‌زا است. سال جناب سفارت می‌فرمایند که در حکومت نیست، نه متاسفانه خیلی در حکومت زیاد است و البته میگویند که ذکر نکنیم که بهتر است همین تابو ماندن، یعنی ذکر نکردن مشکلات بیشتر میکند، چون ما فکر میکنیم که مردم نمیبینن. یک کاری که کردن آمدن مثلا در حاکمیت وقتی انتخاب کادرها در حکومت تاجیکستان نفرا را نمیگویند که از کجا است. البته چرا یک بخشی از مردم نمیگن، اونایی که بیشترش در سر حاکمیت اینطوری بگم، نمیخوام از محل ذکر کنم. اما وقتی یه نفر، حالا اینش فکر میکنم باید مثال بزنم، از سوق یه مدت رئیسی ولایت ختلان شده بود، همه جام نوشتن که زاده سود است، از دیگران نمی نویسن و این تابو گذاشتن و آمدن پنهان کردن، گویا که خب مردمی که در اون محل بیند منی که مثلا از فلان جا مشخص است، حتی جان وزیر رو حساب کرد که از کجا، جان نشانه وزیر رو حساب کرد، رئیس کمیته امنیت مثلا در ناحیه ها و در ولایت ها، رئیسای بخش وزارت کارهای داخله و تمام منصب هایی که هست. ببینید که شخص اول اگر از این منطقه نیست که منطقه رئیس جمهور است اتفاقا و خواهشاً اینا دیگه ادید نکنید، ببینید از منطقه رئیس جمهور است. بله. اما جاهای دیگه اینطوری نیست و این مشکلات در دراز مدت برای جامعه کشور است. این حکومت امروزه که مثلا کارش انجام میداد اما در دراز مدت به مردم میرسد. پس ببینید شما گفتید که واقعا این مردم عادی محلگرا نیست و به منفعت آنها نیست. یعنی آنهای محلگرایی میکنن که کرسی نشین هستن و برای بقای کرسی خود در گرد خود هم شهری یا که نزدیکانشون جمع میارن، صرف نظر از شایسته سالاری و احساس بیگانگی برمیانگیزن. جناب سفر شما به همین نکته چی میگویید؟ به نظر من همین خودی محلگرایی از طرف قواهای معین سیاسی برای منفعت‌های معین سیاسی انگیزه داده می شود. وقتی که محلگرایی را شمال می دهند، الکی معلوم است که در پشت این مسئله گذاری کی می ایستد. عادی گپ است. این یگان کشفیات در اینجا لازم نیست. اونهایی که خیال میکنن که از نقطه نظر محلی مثلا یگان وای دیدن، ضرر دیدن. چخیلی که واضح زفر جان مسئله محمد صالح را با بهمنیار گفتند، اصلا بهمنیار همسایه من بود، وای کوچید به پنجکین رفت، لیکن از اونجا وای گرفته آوردن همین دوشنبه، وای خانه‌اش رو فروخته رفته بود. من همسایه‌ام همین خیلی دیگر محمد صالح نمیدونم چی حالتهای دیگر هم داشت. به هر حال حالتهای روحی داشت. به فکرم ممکن که در اتفاق نویسنده ها نسبت اینها کمی بی اهمیتی شاید شده باشد، لیکن من فکر نمیکنم که چون یک شخصیت بزرگ و مثل عسکر حکیم که در همون وقت رئیس بود نسبت آنها به پرواگی کرده باشد. اینجا بعضا خود انسان ها فعال نیستند یا خودشان را نشان دادن نمیتوانند. عادتا ایجادکاران همین خیلی هستند، خودشون کوشش میکنن که از سیاست اون طرفتر باشن، با ایجادات خودشون مشغول شن تا اینکه اونها رو به کارهای مثلا وای جلب نکنن، کارهای جمعیتی اینجا رو اونجا رو یک مثلا پروپاگاندا کن. من میدونم، من با اونها خیلی سالهای زیاد کار میکردم، هم در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و هم در دستگاه اجرایی پرزیدنت و خصلت ایجادکاران بسیار خوب میدونم. اونها میخوان که بیشتر با ایجاداتشون مشغول شن. درست است. چند روز پیش یک شاگرد من مدیر کافه رموندن وای باشد مخصوص عریضه نوشت که من نمیخواهم مدیر بودن و میفهمونم که این مکتب تربیه تو است، همچون کارت جوان از همون محل شما هم خیلی وظیفه دار نیست، شما باید همین کار را وظیفه گیرید. ولی استاد من باید که مشق کنم، من باید که ایجادم نشون کنم. ببینید چه خیلی میشود کن. اندیشمند تاجیک اکبر تورسون هم گفته است آنهایی که تخم محلگرایی کشت میکنن تعدادی از زیایان و دیگری مقامات هستند. نظر شما به همین چی است، به همین نکته‌ای که اکبر تورسون گفته است؟
اکنون من و اکبر توسنوف در مسئله هم ملت‌سازی بسیار می‌نویسیم میگوییم البته همین پدیده هم جای دارد لیکن وقتی که ما هر روز درباره ملت‌گرایی میگوییم خودش همون آدم‌هایی که مثلا دانشجوهایی که از این مسئله بی‌خبرن اونها هم به همین کار خوش میشوند گفت رفیق انگیزه دادن مسئله خودش همین چیز بیشتر وسیع‌تر میکند در شعور مردم از نو جا میکند ما بهتر است که با واسطه وسایل اخبار دایر به یگانگی ملی وحدت ملی دایر با هم آمدن منطقه های گوناگون و غیره ها گوییم این خیلی بهتر از اون است که ما جدا کنیم در همین زمان. جناب ظفری صوفی شما چی میگوید به این نکته هایی که سفرف ذکر کردن؟ بله ببینید در هر صورت صحبت جناب سفرف این نشانگری از یک نظر سطح ایدئولوژی کشور ما است یعنی ملت سازی و عموما مشکلاتی هم از جمله در نظر میگیرد. یک کشوری که میل به خودکامگی دارد همیشه تلاش میکند که با پنهان کردن مسئله را حل شده حساب کنه که حل کردن میشه. و ببینید سیمتوم یا که همون نشانه های بیماری را هر چقدر پنهان کند آدم بیماری مزمن و کشنده می شود در دراز مدت. ریشه هاش باید یافت، نمیگم که بیایم تبلیغ بکنیم، ریشه هاش باید یافت و باید دنبال این رفت که چرا در کشور ما، در یک کشور کوچک ما تا امروز محلگرایی وجود دارد. چرا مثلا من که اگر یه منصب بگیرم حتما باید از فلان جا باشم یا دنبال این شام که فقط بستگان خودم از اونجا برم. در اول صحبت درس کردم که ضعف مدیریت است. یعنی چی؟ یعنی یک مدیر ضعیف میاد نه بر مبنای شایسته سالاری بلکه بر مبنای صداقت محوری این کار انجام میده. یعنی فکر میکند که چون ضعیف هست یک کسی که از جای دیگه بیاد که قوی‌تر میتونه جاشو بگیرد. اما اونی که از مثلا بگیریم از تگان خودش است یا از هم محلهای خودش است اونا شاید از نظر اخلاقی و انسانی نه یعنی از نظر صداقت بگیم بله این نکته را ما ذکر کردیم. این نکته را واقعا پیشتر چون که خودتون گفته ذکر کردیم. بار در مطبوعات پیشنهاد صادر داده بود که باید هر یک عمل محلگرایانه با نام مؤلفش با نام نویسندش رسانه‌ای کرده شود. در این مسئله نظرتون چی است؟ من هم طرفدار همین ایده هستم. من هم طرفدار همین هستم که شخصی که محلگرا هست بی‌واسطه مخصوصا به نام خودش همینش وابسته کنند چون که عضوهای اعضایان دیگر ملت نباید که به ضرر خودشان گویم از این پدیده ضرر بینند. این بسیار فکری عالی جناب است. لیکن زمانی که ما بحث میکردیم یک اندیشه عجیبی پیشنهاد شده بود که استاد دینار شایف پیشنهاد کرده بود که قانون قبول کنیم که در اون همین پدیده محلگرایی با همه نازکی‌هاش منع کرده شد. درست است. لیکن در همون جلسه من هم بودم. بله. و من گفتم که این پدیده اجتماعی است. پدیده های اجتماعی رو با واسطه قانون منع کردن نمیشه. با مثل جنایتکاری هر قدر که قانون است لیکن با همون جنایتکاری در ساحه‌های گوناگون با وجود می آید. مثلا کروپسیون، مثلا دینداری، مثلا بسیار پدیده های اجتماعی و سیاسی هستند که میخواهیم اونها رو با تنظیم درآوریم لیکن اونها رو پورا با تنظیم درآورده نمیشه. از این نقطه نظر همون وقت اندیشه من بود که بیاید پیش از همه تربیه مردم رو در همین مسئله بهتر نماییم. یعنی کاری کنیم که مردم احساس کنند که در یک وطن زندگی میکنند. اونها شهروندی همین یک دولت هستند و حقوقهای اونها برابر هستند نوبسته از اون که از بدخشان هستند و از کلاب هستند و از کجا. و در مسئله ای که ظفر جان گفتن که در ولایت ختلان رئیسش از ولایت سوگده است حالا هم هست. در اینجا یگان مردم از ولایت ختلان نسبت این مسئله کمترین شبهه را در خود راه نداده است. همونطوری که گفتن این مسئله اجتماعی است باید که در خود جامعه شد. اما
اینکه ادعا بکنیم که از یک طرف بیایم منع کنیم در این مورد صحبت کردن، تبو گذاریم این موضوع را، و از طرف دیگه هم بیایم بگیم که تربیت کنیم جوانان را که روحیه نمیدونم ملت هم ملتی و شهروند یک کشور بودن تربیت بکنیم، فکر میکنم یک کمی دو است. از طرف دیگه ببینید محلگرای متاسفانه امروز در بین بیشتر در قشر حاکمه جامعه است، یعنی که در بیشتر موضوع تا جای سیاسی شده، از حد اجتماعی بالاتر رفته. متاسفانه البته در بین مردم عادی نیست. هزارها آدم مثلا میبینید که هیچ مشکلی نداره، از هر جا است با هم دارن کار میکنن. مثلا من یک خوشبینی دارم و از یک نظر خوشحالم که واقعا در بین جوانای امروز، مخصوصا در مهاجرت که چند مدت من بودم اونجا، اصلا این چیز دیده نمیشه، خیلی کم شده. هرچند همونجا هم البته این بعضی متاسفانه با اینجا هم با دستی قدرت تاجیکستان مشاهده میشد. این مرکزایی که تشکیل کردن در اونجا هم مثلا مرکزای محلی است. در شبکه اجتماعی هم میتونید شما بیاید ببینید که محلگرایی تا چه حد هست. اما به نظر من اینطوری است که اگر ما بخوایم بیایم جلوش را بگیریم، پیش راه محلگرایی را بگیریم، این بهترین راه از شخص اولی کشور باید که محلگرایی نکنه. با گفته مورخ لقمان بویماتوف، محلگرایی یک مکانیزم بسیار کارآمد پیاده کردن سیاست‌های غرض‌آلود رژیم‌های خودکامه در طول تاریخ بوده است. جناب سیف الله سفرو، شما در گذشته در یک اداره اساسی سیاستگذاری در تاجیکستان یعنی مرکز تحقیقات استراتژی کار کردید. می‌خواستم نظر شما را در این باره بدانم. بازم تاکید میکنم که در همه طول تاریخ این پدیده بود و هست. اگر به روسیه نظر اندازیم میبینیم که در شهر مسکو اکثریت وظیفه‌ها در دست مردم سنت پترزبورگ هستند، چون همون شخص اول با آنها باور میکند و بسیاری وظیفه‌ها را با آنها میسپارد، چون میشناسد در یک جا خواندند، با هم دیگر نزدیک بودند و غیره و کذا. لیکن در تاجیکستان همین پدیده خیلی کمتر از اونجا است به نظر من، چون که پرزیدنت کشور ما یکم خودش با محلگرایی خاتمه داده ایستاده است و با این کار از چندین سال باز ما مشغول هستیم و هم در گوییم که سطح فرهنگی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی این مسئله را ما در سیاست حکومت تاجیکستان به حضور مشاهده میکنیم که همین روندها نگرانده شدن برای شکن کردن خودی محلگرایی، تا اینکه مردم به دولت خود، دولت ملی خود باور کنند و این کار هم شده ایستاده است. و حاضر اگر با 20 سال پیشتر ما مقایسه کنیم میبینیم که تا کدام درجه تاجیکستان پیشرفت داشته است. جناب ظفر، شما چی میگویید به این نکته‌ای که سفرов ذکر کردن؟ راضی هستید؟ نه، ببینید تا جای البته راضی هم که مثلا تاجیکستان دارد پیش میرد، همه دنیا دارد پیش میرد، فقط تاجیکستان نه. و این یک چیز، یک روند طبیعی است. نباید ما بگیم همیشه ملاک ما، محک ما روسیه باشد. روسیه هم یک کشور دیکتاتوری است، یک کشور خودکامه است. چرا ما همیشه محک ما باید روسیه باشد؟ زمانی کریموف هم همینطوری بود، یک دیکتاتور در اونجا بود، بیشتر همشهریای خودش آورده بود. اما خب دیدیم که چی شد عاقبتش. ببینید هر گونه در هر جایی که نه در تاریخ، حالا تاریخ چون لقمان بویماتوف تاریخ شناسند و تاریخ نگارن، بیشتر با اون سمت کردن. من بیشتر با جامعه کردم. در جامعه امروز هم همینطوری است. در هر جا که کشورها در نظام خودکامه دارن، در اونجا متاسفانه چقدر که عرض کردم شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است و محلگرایی است و اونا فقط به هم محلهای خودشون یا به خویش تبار خودشون تکیه میکنن در زمانی تقسیم قدرت. و این چیز در قشرهای مختلف جامعه، در قشر پایینتر از اون اریکه قدرت. ببینید جناب سفرov گفتن که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان توانست که این گرفتاری رو برکنار کنه یا برطرف کنه، از میان برداره. شما راضی هستید؟ نه متاسفانه کاش میبود، کاش میشد این کار کردن. متاسفانه در زمان حکومت جناب رحمانوف در تاجیکستان شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است. وقتی که صداقت سالاری است، بیشتر یا خشتباری جناب رحمانوف است یا که هم محلهای رحمانوف است در نقطه‌های کلیدی کشور که خب مردم میبینن. از برسم نمیخوایم که مردم رو بیایم فریب کنیم، نمیتونیم که مردم رو فریب کنیم.
مثلا بگیریم رئیسی پلیس یک کشور از فلان جا میفرستن برای منطقه دوردست، اون مردم در اونجا مگر کادر، یا مثلا اگر رئیسی گفتیم که فلان شهر اگر از خود مردم محلی است یا که از اون منطقه است، یا نفر دیگه میفرستن از منطقه جناب رحمانوف که همه کاره اون است. نمیشد که اینطوری مثلا ما به ادعا کنیم که رحمانوف حل کرده است. رحمانوف کارهای خوبی زیاد کرده است، اما در مورد مسئله محلگرایی نه. متاسفانه در کشور محلگرایی در حکومت خوشبختانه در سطح مردم نیست. من از این بسیار خوشحالم. ببینید، حالا در ادامه البته درباره راههای ریشه‌کن کردن محلگرایی صحبت میکنیم، ولی حالا پیش از این صحبت یک مصاحبه سریراهی همکاران ما در دوشنبه با چند رهگذر یعنی ساکنان پایتخت را میبینیم. سوال هم بر رهگذران این بود که چگونه میتوان محلگرایی را در تاجیکستان ریشه‌کن کرد. مرحمت. محلگرایی خصلت بدترین انسان است. اگر آدمان خواهند که دولت سازن، پیش از همه باید محلگرایی برطرف کنن. ما همه یک ملت هستیم، ملت تاجیکستان هستیم. آدمگیری عدس ندادن نکاره. آدمگیری باشه منطقه‌گرایی نمیشه. وقتی که آدمگیری عدس رفت بعد منطقه‌گرایی میشه، نجات پرستی میشه، در خیلی میشه. واسه از من مثال جدا نمیکنم. من با آدم خصلت و خاراکترش باشه. بعضی کسایی است که منطقه جدا میکنن. باید ما خونه، باید ما تاجیک بودن خود ما را همه جهت دونیم. اولا از تاریخ، بعدا از همه چیز. ما که اول عقیده و شعورناکی و شهردی و سخنرانی طرز خود ما را دونستیم، همش حل میشه. نه ملتچگی میموند، نه هیچی. تاجیک بودن ما همش عیان میشه. همین گپ کم گفتن در کره من ای کلوبم تو از جای وحدت از تاجیکستان هم مسلمان هم تمام در کل نیست دیگه گپ چپ زیاتی. اگه من که آموزگار هستم اصول اینتراکتیوی میگویند، یعنی جوانان محله گناهکار را یک جا جمع کرد، آنها را یک مسئله را محاکمه کردن، در کار اعتبار دادن در کار که همون آدمان فکر عقیده رو خود را گویند. وقتی که آدمان در جمعیت فکر خود را بیان کرده میتوانند، حالا که در بین آنها خودش محل از بین میرود، آنها نسبت همدیگر احترام پیدا میکنند. Воспитывать детей надо, понимаете? Вот это в семье, это оттуда, от семьи же это идет. ما درست اگر رفتار کنیم، درست رفتار کنیم، جمعیت قانونش احترام کنیم، میشود محلگرایی را بین گرفته. همه باید که در چارچوب قانون کار کنه. دولت دموکراتی، ما باید سخنمون آزاد گپ بزنیم، آزادانه. یگان کس باید با ما فشار نیاره، ما بر ضد دولت فشار نیاریم. در چارچوب قانون، همه این در چارچوب قانون کردن در کار. تمام. نظری چند ساکنانی بود که در خیابان‌های دوشنبه با همکاران ما صحبت داشتند و نظرشون رو بیان داشتند. حالا اکنون بیایید به مرحله دیگری صحبتمون برمیگردیم. یعنی اگر در تاجیکستان از امروز در پی اصلاح شویم، از کجا باید شروع کرد؟ جناب ظفیر صوفی، شما چی پیشنهاد دارید؟ چی میگویید؟ مشخصا خواهش میکنم. مشخصا اینکه عرض کردم محلگرایی بیشتر در سطح حاکمیت است متاسفانه امروز، یعنی که روشنش و پنجتنش. تنها راهی که هست باید که در انتخاب کادرها و جابجاگذاری کادرها باید بیان از این دیدگاه نگاه کنن که شایسته ها را فرق نکند که از کدام محل است. اگر اینطوری باشد مطمئن باشید که جامعه به سمت پیشرفت بیشتر، رشد بیشتر می رود و به طور خودکار محلگرایی در تاجیکستان نابود خواهد شد. سیف الله سفرов، شما چی میگویید؟ نظر شما چی است در این مسئله؟ من فکر میکنم که دولت تاجیکستان از نقطه نظریه سیاسی ملت سازی بسیار درست رفتار میکند و نتیجهش هم مثبت است. فرض کردیم که چند سال پیش ما همین گونه یک کتاب تیار کرده بودیم با شیرعلی رضاییان، مقدمه با نظریه ملت شناسی. تمام نظریه های عالمان دنیا رو در اینجا جمع آوردیم که در آن جاها چگونه ملت رو میسازند، تا اینکه مردم ما در وقتی اندیشه راندن، در وقتی نوشتن مقاله ها، در وقتی درس دادن، از همین موادها استفاده کنند و ببینن که تجربه تاریخی جهانی چی است. چون این به زبان دولتی است، همه امکانیت استفاده ما رو البته دارند. و حاضر من مشاهده کردم که یک شاگرد دیگر هم از خوجند از همین باز یک کتاب دیگر، یعنی دستور تعلیمی برای دانشگاه ها تیار نموده است و از همین فن درس میدهند به دانشجو. یعنی با همین واسطه از پایان به دانشجوها، به مردم فهمانیدن اهمیت ایده ملی یا قوه ملی میگن
یا اینکه اهمیت دولتداری ملی، اهمیت تفکر شهروندی اگر صحبت کردن بسیار شود، خودش از پایان محلگرایی را ریشه‌کن می‌کند. جامعه شناسان میگویند که یکی از راه بسیار خوبی به هم نزدیک کردن مردمان همه منطقه های تاجیکستان و ایجاد وحدت ملی تقویت داد و گرفت اقتصادی بین آنهاست، چون منافع اقتصادی آنها را به هم نزدیک میکند و دیگر ارزش ها دوم درجه میشوند. نظر شما در این باره چه است؟ این است که با کشودن نقبه ها، ساختن راه های بسیار معاصر، تاجیکستان و حکومت امام علی رحمان توانست که تمام منطقه های تاجیکستان را به هم پیوند داد و این پیوند شوی با آن آورد که خانه‌دار شوی، کوچیده به دیگر منطقه رفتن مردم، در دیگر منطقه ها کشودن نقطه های سودا، در دیگر منطقه ها کشودن زواد و فابریکه ها از طرف قسمی پیشقدمتری منطقه های تاجیکستان، مثلا ولایت سوخت در شهر دوشنبه یا اینکه در باختر یا اینکه در کولاب یا اینکه در خاروخ همین رو زیاد نمود، چون که راه آسان شد و این زمینه اقتصادی از بین بردن محلگرایی است. جناب ظفر صوفی، شما چی میگوید؟ شما راضی هستید به این حرفای سفروف؟ بله، ببینید، واقعا یکی از دستاوردهای حکومت جناب رحمانوف در این 30 سال استقلال این باز کردن راه ها بود، یعنی سیاست در سمت ترابری یا کمونیکاسیون راه. اما متاسفانه همین هم آمد راه جنوب شمال فلکی کردن و باقی داخل داشتنش هم همه میدوند این چیزه، این مشکلات و مشکلات کرد. حالا جناب سفروف میگن که از ولایت سوخت گویا آمدن در جاهای دیگه کارخانه ها شدن، اینطوری هم نیست. اما را متاسفانه چیزهای دیگه میگوین. حالا از جاهای دیگه مثلا در ولایت سوخت آمدن کار کردنشون، یا که البته مشکل ندارد چون همه اینا شهروندی همین کشورن و ما باید با اون سمت بریم که همه شهروندای کشور ما واقعا در هر جای کشور آزاد باشن و هیچ از همدیگر کمی و بیشتر نداشتن، با همه این منابع برابر دسترسی داشته باشن و اون وقت میشد که این مشکلات برهم میخورد. اگر هر وقتی که متعلق به فلان محل بودن، متعلق به خیش فلانی بودن، نمیدونم با پیوند و با چیز با پیوند فلانی بودن ها باعث امتیازها بشود که متاسفانه دارد میشود در کشور و خیلی زیاد هم هست، این مشکلات زیاد میکن. جناب سفروف بیشتر از نظر درست صحبت میکن، من از دیدگاه عملی میبینم، جامعه را میبینم که در کدام حالت است. تا خداحافظی میخواستم از هر دی شما بپرسم که چی گفتنی دارید که امکان ذکر آن در جریان برنامه را نداشتید. مرحمت جناب سفروف از شما. یگان قانون لازم نیست، چون که جامعه ما رو با ریشه‌کن کردن محلگرایی علاقه دارد. ما این جریان را بسیار خوب حس میکنیم، دیده ایستادیم و تحلیل ها هم داریم و مثال های زیاد. یک دوم، من دیدم که جامعه ما از روی همون مصاحبه‌ای که روزنامه‌نگار داشت تا کدام درجه سالم است. هم جوانان، هم آموزگار و هم موی سفید، همه‌شان با سوال‌های داده شما گرچند که از جنبه‌های گوناگون نزدیک شدن، لیکن در مجموع جواب بسیار درست و دقیق دادند. جناب ظفر صوفی، شما چه میگوید؟ من فقط موافقت میخوام که این مشکلات از جامعه برهم بخورد و مطمئنا چیزی که تاکید شد گشته و برگشته در قشرهای پایین جامعه که بین مردم محلگرایی اونچنان اوج ندارد و خطر نیست برای جامعه. خطر در قشرهای بالای جامعه است که امیدوارم انصاف در هر صورت و صداقت به قانون اساسی کشور در سطح بالا اجرا می شود و شایسته سالاری پیروز میاد در کشور. مطمئنم که اون وقت همه این مشکلات برهم خواهد خورد. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه گپی آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و خبرنگار کارشناس مستقل ظفر صوفی حضور داشتند. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.